تقریبا یک هفته باز در کوچه و ایستگاه‌های شهر خوجند اتوبوس‌ها دیده نمی‌شوند. ساکنان میگویند چند روز باز مجبورند از میکرواتوبوس‌ها و تاکسی استفاده برند. بسیار وقت در بیگاهی از ایستگاه اونیورماک که ما می‌بینیم بسیار آدم‌ها توپ می‌شوند. جمعیت زیاد میشد، جمع میشن مردم در این اونیورماک. اساساً عبید و بیگاهی انتظار اتوبوس هستند. اتوبوس نازی با ارزان‌تر بود. گازیلا آدم بسیار خوب مول تین عذاب میکشید گازیلا. البته اتوبوس ها اگر وقتش بگردن خیلی خوب میشد، چونکه بسیار منین مارشروتکا ها سیر آدم چخلگ مسافرها جدای هم بول هم تقه میشینن. لیکن اتوبوسی که حاضر لای کردن من جدا خرسند شده بودم سالهای اول. لیکن اتوبوس‌های حاضر از اتوبوس‌های دوری شوروی جدا هم فرقیتی کلان دارن. شرایطی اتوبوس‌ها ناز اگر راننده‌ها رعایت کنند، مثلا هواش نو کنند، تریزه‌هاش سرچین هوا تازه کنند، کاش جدا هم ناز. زو افسوس که نمیدونم برای چی آخری وقتا کم شد. اگر باشد ما دل و جان ما که استفاده میبریم. ما جدا معقول قلای بود. خدمت رسانی اتوبوس برای داخل شهر یک سامانی است و راهگیرای میکرواتوبوس ها 2.5 سامانی. ساکنان به خصوص دانشجویان و شخصان امتیازدار میگن این نرخنامه بیشتر به جیبشان موافق بود، اما یک بار ناپدید شدن این نوع نقلیات آنها را نگران کرده است. اگر از همینجا اونیورماک گویم تا اگر سامان بازار رود اگر الکای 3 سامون 3.5 سامون با اتوبوس باشد 1 سامونی میشود. من گمان میکنم که الکای مشاهده خودش ایون است که شما فهمیده که من چی گفتم. اگر اتوبوس به کار فراید بهترین میشه. فکر من همین گونه است. خب منفعت های اتوبوس برای ما اصلا برای کلانسالان و برای پیرانسالانی که میوبا هستند اونها مفید میباشد. هم از جهت نرخ ارزانتر میباشد و اونها دارای کارت میباشند و با طریق کارت رایگان است هم ارزان میباشد برای بعضی اشخاصان. خب چی میشد که باز مثل پیشتر اتوبوس ها براه مانده میشن و برای ما هم دانشجویان استودنتان خب نرخ راهگیرا ارزان است مفید میشد و برای میوبان و پیرانسالان بهتر میشد. اکثر اتوبوس ها در ایستگاه کارخانه واحدی مسافرکشان شهر خوجند باز ماندند. مسئولان این نهاد آماده نشدند سبب را در نزد دوربین شرح دهند، ولی در صحبت حضوری گفتند که قطع کار اتوبوس ها به نرخ سوزشواری ربط دارد. تقریبا در 2 ماه اخیر نرخ سوزشواری بیست بالا می رود. در همین حال سنه شروع دیگر باره کار آنها معلوم نیست. ما از حکومت ما خواهش میکردم که همین خوب به راه مانده یگان دستگیری کنه همه یگان راهی بهتریش فکر کرده بران خیالم به راهی بی نجات نیست. برای ما خلق جدای هم اتوبوس چیزی در کاری معقول دستگیری میکردن همه کمتر خیلی خوب میشد. اکل اتوبوس باشد شهر با بهتر. شهر ما خوشرو میشد، زیبا میشد. همه سوابود نه با کاری خودش میرد. این بار اول نیست که اتوبوس ها در خوجند بنابر بالاروی خرج سوخت از حرکت میمانند. در سالهای قبلی نیز این نوع نقلیات جمعیتی از فعالیت باز مانده بود. کارخانه نقلیات مسافرکشان در خوجند سال 2018 در دایره لایحه رشد نقلیات جمعیتی از حساب 26 میلیون دلار مبلغ گرانت بانک اروپایی با ساخت و رشد 100 عدد اتوبوس را وارد کرد و حرکت این نوع نقلیات جمعیتی در خوجند و نواحی اطراف آن را راه اندازی نموده بود. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند.